میخوایم توپگیری رو بگیم. خب توپگیری چند نوع داریم؟ 3 نوع توپگیری داریم. اینو پرتاب بزن. یک، توپایی که زمین میاد، توپایی که پایینه، از زانو به پایینه، دست پشت توپ، ساعد و آرنج به هم نزدیک یا پشت توپ. این حالت واسه گرم کردن کمره. پامو کج نمی‌کنم، پامو خم نمی‌کنم. وقتی میخوام توپ بگیرم، توپ میاد، با زانو صافه، دست میره پایین. توپو میگیرم، مال خودم میخوام. اوکی. این میشه توپگیری زمینی. نیما زمین بزن. ببین دست پشت توپ میگیرم، دوباره میام میگیرم، مال من میشه. یه بار دیگه نیما، ببین من رو پنجه آمادم، میزنه، دریافت میکنه. این میشه توپگیری زمینی. 1 2 توپ ضربه. باریکلا. بیا. آفرین. همین وقتا آفرین، این دفعه توپو بیاریم بالا، مال خودمونش کنیم. بریم. توپ. آفرین. توپ تا. آفرین. بریم. توپ. باریکلا. توپ. توپ مال من. بیارش بالا تو سینه. تا توپ. آفرین. سرعت بیشتر، سرعت بیشتر. توپ. آفرین. بیا این وقتی آد بازه، نباید بیشتر تا بیا. توپ. توپگیری که گفتم پایین میگیریم، این بیشتر برای گرم کردنه. خب تو شرایط بازی و تمرینی اینجوری هم ما توپ میگیریم. درسته؟ حالا الان میخوام بریم تمرینش انجام بدیم. پس اگه من زمینی زدم، یا با این پا یا با این پا میایم برای توپ گیری. پام اینجوری نیستش ها. اینجوری هم من توپ نمیگیرم. این باید اینجوری باشه. زانوم زمین نمیخوره. زانوم زمین نمیخوره. فاصله پام با این پا باید جوری باشه که توپ رد نشه. پس من پامو اینجوری باز نمیکنم. توپ رد نباید بشه. ببین اینقدر میام پشت توپ. یه ما یه دونه بزن. من نگاه کنم با سرعت. ببین من سری توپ میگیرم. بریم. میبینی؟ پام پشت توپه. نباید توپ از لای پام رد شه. اوکی؟ این حالت اصولیشه. حالا حرفه‌ای تر که شدیم دیگه خیلی مهم نیست. هر جوری که راحتی توپ میگیری. به شرطی که توپ در نره. اگه توپ در بره کل اصولی که یاد گرفتی میبره زیر سوال. حله. بریم حالا این روش. آفرین تا خوبه. تا بیشتر خم شد. توپ. باریکلا نیما. نیما. تمام. باریک. توپ. یک. بله نیما. توپ. باریکلا. یک. حالا بیا. توپ. باریکلا نیما. باریکلا نیما.